البته دیدن این منظره زیبا و چشیدن انگور و تا کدام درجه بالذات بودن آن را مهمانان با حسیات غیر عادی افشا می‌ساختند و از این نوارها بشبه خودتان پی میبرید که تا کدام حد آنها در حیرتند. دوستان عزیز، خوب میمونون خوب سیاحتشون رو ادامه داده ایستادن در جمهوری تاجیکستان و خب بعد از اونی که دیدن کردن از طرز کاری شرکتی تلکو اکنون تشریف آوردن به باغ انگوری حاجی نعمت و من هم صحبت میشم با سرمربی دسته جمالکوی یامایکا جنابی روهان سمیت. خب میخواستم تاثیراتتون رو از این سفر و از این باغ میگفتید. بشوپه اینجا خیلی زیباست. من هیچگاه در چنین باغ انگور نبودم. من عموما باغ انگور را اولین مرتبه میبینم. اینجا بسیار کلان بوده است. خیلی عالی. انگورها خیلی شیرین و بولذتند. بسیار شیرین. با من خیلی پسند آمد. البته ورزشکاران بیشتر به سبزیجات و میوه‌جات نیاز دارند و بیشتر استعمال میکنند و میخواستم فهمم که لذت و مزه این انگورها چگونه اند. باید قید نمایم که میوه های شما خیلی لذیذند، طبیعی و به علاوه یگان داروواری. در ما انگور نمی روید. البته در کشور شما میوه های می رویند که در ما نیست و میوه هایی که در ما می رویند در تاجیکستان است. واقعا هم شما مثل که در بهشت زندگی میکنید. طوری چند روزی که اینجا بودم با هر طرف خانه می رفتیم، پیش از همه از سبزیجات و میوه‌جات تر و تازه خیلی زیاد بود. خب هنگامی که شما وارد دوشنبه شدید، لحظه های اول چگونه بود؟ چگونه احساس میکردید خود را؟ دوشنبه خیلی شهر زیبا بوده است. آدمان مهربان و صمیمی. این چیزهایی است که من در تصویرشون عاجزم. البته من میخوام باز بیایم با دست دادن امکانیت. خب خواهش میکنم ادامه دهید خوردن انگور را. شما همچون سرمربی دسته جمالکوی یامایکا درباره بازی امروزه چی گفتنید؟ بازی خیلی شب‌آور گذشت. فوتبال بازان شما بسیار خوب بازی میکنند. البته ما پیشتر باری هم با این دسته وانه خورده ایم. عموما با فوتبال بازانی تاجیک وانه خورده ایم. از این لحاظ با ما کمی مشکلی پیش اومد. البته در آغاز بازی بعداً خیلی خوب گذشت بازی. همین رو میگویم که شما در همه سمت‌ها پیش صفید. تشکر زیاد به شما روهان. بار دیگر خوش آمدید به تاجیکستان. سلام، لذت انگور چگونه است؟ چی گفتم میتوانید؟ خیلی عالی است. خیلی بولذت و شیرین است. مرا احساسی والای فرا میگیرد. من اینجا رو خیلی دوست دارم. با باوری تام گفتم میتوانم که سیاحت ما خیلی خوش و خاطرمان ادامه دارد. سپاسگزارم از شما. دسته شما در یامایکا خیلی مشهور است، همینطور؟ عموما فوتبال در یامایکا مشهور و ورزشی رقم یک محسوب می‌یابد. هر یک این نفرانی که شما می‌بینید با صمیمیت خاصه به فوتبال مشغول می‌شوند. بار دیگر خوش آمدید استیو. سلام دوستم. سلام. حالت خوب است؟ خیلی خوب. با اشتیاق باش. تشکر، انگور خیلی شیرین. خب همچون بازیگر جوانترین این دسته میگفتید که چی فکر دارید اطراف برنامه امروزه؟ مرا احساسی نجیبی فرا گرفته است. تشریف من به این قطعه از قطعه دیگر باور نکردنی است. خیلی در هیجانم. در این قسمت دنیا اولین مرتبه هستم. من بازیگر کسبی ام، همچنین اعضای دسته منتخب جوانان یامایکا میباشم و فوتبال چند سال اخیر است که در کشور ما یعنی در یامایکا خیلی و خیلی رشد کرده ایستاده است. طولی چند روزی که اینجا هستید یگان کلمه تاجیکی را از خود کردید؟ بله. سلام علیکم. Hey, salam alaikum. Very good. Welcome.